کم غروب ماه خدا دیده می شود. صد حیف از این بساط که برچیده می شود. در این بهار رحمت و غفران و مغفرت، خوشبخت آن کسی است که بخشیده می شود. رمضان رفت الهی برکاتش نرود، فرصتی خوب و دعا و صلواتش نرود. ماهی پرفیض خدا میلی برفتن دارد، ای خدا کاش ز دستم حسناتش نرود. ماهی مبارک رمضان هم تمام شد. حضرت علی رضی الله عنه می‌فرمایند عید فطر عید کسی است که خدا روزه‌اش را پذیرفته و نمازش را ستوده است و هر روزی که انسان خدا را نافرمانی نکند آن روز روز عید است. عیدی فرخنده و خجسته فطر بر همگان مبارک. راستی یگان فکری برای زکات فطریه کرده اید؟ قطعا همه ما به شکرانه این که فرصت یافتیم تا یک ماه خداوند مهربان را بندگی کنیم و از درگاهش طلب مغفرت کنیم، فطریه را خواهیم پرداخت. فطریه را هم که باید به نیازمند و مستحق داد. پس چه خوب است که با همان 8 سامان زکات فطریه که بر گردنمان هست، خویشان، همسایگان و اطرافیانمان را هم با دستگیری شاد کنیم و روز عید را برایشان شیرین تر کنیم. بله، از قدیم میگویند قطره قطره جمع گردد وانگه دریا شود. بیایید برای پرداخت فطریه و رساندن آن به مستحقش کاری درست را انتخاب کنیم. در این روزهای سخت و مشکلی کرونا چه بهتر است که بتوانیم دست همدیگر را گیریم، بار دیگر با هم همدل و مهربان شویم، سلامت و شاداب بمانیم. عیدی سعید فطر مبارک. بنگر چه بشارت و نوید آمده است، پایان شب سیه سپید آمده است. انگار که پشت در کسی منتظر است، انگار که پشت در کسی منتظر است. آیین بیاورید عید آمده است، آیین بیاورید عید آمده است. عید آمده تا دل پر خورشید شود، دنیا همه عشق و شور و امید شود. عید آمده تا دل پر خورشید شود، دنیا همه عشق و شور و امید شود. روزی که گناه نیست در آن عید است، روزی که گناه نیست در آن عید است. مردم همه روزهایتان عید شود، مردم همه روزهایتان عید شود. عید آمده فصل مهربانی زیباست، تا هم دلی است هم زبانی زیباست. عید آمده فصل مهربانی زیباست، تا هم دلی است هم زبانی زیباست. عید آمده فصل مهربانی زیباست، تا هم دلی است هم زبانی زیباست. عید آمده تا به ما بگوید که به هم، عید آمده تا به ما بگوید که به هم. لبخند زنید زندگانی زیباست، لبخند زنید زندگانی زیباست.
بشارتون نوید آمده است، پایان شب سیاه سپید آمده است. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org